سلام دوستان، اگر میخواین طرز تهیه کشمش رو بدونین که خیلی هم راحته، پس با من همراه باشین. برای تهیه کشمش انگور بیدانه لازمه، مخصوصا اگر کشمش پلویی باشه. انگورها رو بعد از اینکه کامل شستشو دادین، دونه های خراب اونو کامل باید خارج کنین و هیچ خرابی داخل خوشه های انگور نباشه. نیازی نیست داخل مایعی از هر نوع بزنین، حتی آب جوش، فقط شستشو کافیه. میتونین انگورها رو در سایه یا زیر نور خورشید خشک کنین. فرقی نمیکنه در آفتاب باشه یا سایه. میتونین یه بند ببندین و خوشه های انگور رو از اون آویزون کنین. فرقش اینه که اگر در سایه خشک کنین انگورها رنگ روشن‌تری داره و اگر در آفتاب خشک بشن انگورها رنگشون تیره تر میشه. این کارو میتونین تو اتاقی بکنین که رفت آمد ندارین و جلوی دید نباشه. همینجور که میبینین زیر نور خورشید توی حیاط هم این کار رو انجام دادم، اما این برای سال قبل بوده. بعد از گذشت حدود 1 ماه انگورها به این شکل در اومدن. بعد از گذشت 35 روز دونه های انگور رو از خوشه اصلی جدا میکنم. میتونین روی حوله تمیز آشپزخونه یا کاغذ روغنی آشپزی بریزین. فقط مراقب باشین هیچ وقت خشکبارتون رو روی روزنامه نریزین، چون روزنامه سرب داره. و بعد از گذشت 40 روز کشمش ها خشک شدن، غیر از این قسمت. دوستان، همینطور که قبلا هم گفتم اگر هر کاری از دستتون برمیاد توی خونه انجام بدین، غیر از سلامت خانواده به اقتصاد خونه هم کمک میکنین.